سلام دوستان، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بنده. امروز اومدیم ماینکرافت سروایول ولی هاردکوریم و توی جزیره ایم. این داخل زمین رو کریت میکنیم، بریم داخل. پس توی نسخه جدید بازی هستیم، یعنی همون 26.2. منتظریم که بره داخل بازی. بچه تایم داخل بازی لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. اگه دوست داشتید برای بقیه بفرستید. همین دیگه بچه. این بیاره بازی لود بشه، من بیام پیشتون. خیلی خوب دوستان، من اومدم پیشتون. بازی لود شد. همونطور که میبینید ما توی یه جزیره ایم گیر افتادیم و باید توی همین جزیره سروایو کنیم. بچه این سری سروایوالمون بدون هیچ ماد. اگه دوست داشتید مودهای گرافیکی شیدر واسهتون میزنم. بریم در جزیره بچرخیم ببینیم چی داره. جزیره بزرگه ولی درخت توش کمه. این بر اول از همه درخت ها رو کتک میزنیم. بیا اینجا ببینم تو به رفیق من فوش دادی چه گاو. خیلی خوب گوشتشو گرفتیم. همین اول کاری هم گوش نمیشه. خب زوبا رو تبدیل به پلنک میکنیم. بعدش تبدیلشون میکنیم به کرافتینگ تیبل. بعدش هم باشون استیک میسازیم. بعد وسایل اولیه هم مثل کلنگ و تبر. اوکی. همه چی اوکی. خب این نهالا رو برداریم. درخت کم داریم، بعد اینا رو بکاریم تا درخت بیشتر داشته باشیم. اینا پله‌ای میکنیم میریم زیر زمین. او فقط مرسی. خیلی خوب این زوالا رو بکنیم. چند تا هم سنگ بکنیم. امشب اینجا خونمه. خب وقتی شب بشه من فعلا خونه این نساختم بیرون، ولی واسه این جزیره پروژه خیلی خفنی داره در آینده میبینیم. خب وسایل های سنگیمون رو میسازیم. تبر هم میسازیم. تموم شد.
اینم فرنیس میذاریم اینجا. این با لیزر شکار کنی واسه امشب غذا داشته باشیم. این بالا یه گوسفند. خب XP'شو میگیریم. یه گوسفند دیگه. آتا خب واسه امشب تخت داریم. او درخت اینجا رشد کرد. ای بله خوبه. Ay küçük geberiyorum. حتما میدونید توی آپدیت جدید ماینکرافت صدای حیوانات واقعی تر شده. اینجا نکنید. خیلی خوب. درخت رو میکاریم. خونم کجا بود؟ ای وای خونم رو گم کردیم. واسه میدونم حتما خیلیتون داره میگید الان تختات پشمان یکشون رنگش فرق داره، ولی بسا یه راهکار بهتون بدم. اگه گوسفندتون رنگشون فرق داشت میتونید با این روش استفاده کنید. یه گل منظرتون رو بکنید، بعد اینی که کندید بدید اینجا تبدیلش کنید به رنگ و اینطوری اینجای پشمان رنگاشون پشم رنگا رو عوض کنید، رنگ پشم رو عوض کنید. الان من 2 تا پشم سفید داشتم، الان هر 3 تاشون شدن لایت گری. فقط من خونه رو پیدا کنم عالی میشه. خب خونه رو پیدا نکردیم هنوز. خونه که بهش نمیشه گفت زیر زمین. بعد در واقع کم کم داره تاریک میشه. هوا داره تاریک میشه. من هنوز هیچ کاری نکردم. چقدر بسازم
برو. بدو. میخواب آخش یه شب تونستیم سپری کنیم. فقط اگه من میتونستم خونه هم پیدا کنم عالی میشد. بچه هایت و خونه هاتون زیر زمین نسازید. اگه هم میشه واسه یه نشونه بذارید تا اینم الان طوری میشد که میتونید پیدا کنید. آها پیدا کردم خونه رو. ایوه گوشت رو میپزیم. ایوه استیک اینا تا میپزم و بریم بیرون دنبال توپ و اینجا یه نشونه میذارم. اوکی این از اینجا یکم بریم چوب جمع کنیم برای ساخت خونهمون. خب دوستان عزیز این بود از این ویدیو، از این پارت. بچه اگر از این پارت خوشتون اومد حتما تو کامنت ها این پارت بعدیشو واسهتون بگیرم. حتما لایک کنید، ساب کنید و اگه خوشتون اومد بازش کنید برای دوستاتونم بفرستید تا اونا بتونن ویدیو رو ببینن. دمتون گرم، مرسی که ویدیو دیدید. خداحافظ.